رادیو سرنا ساعت 7 و 20 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با اولین تلفن. بفرمایید. سلام بخش، شما چیزی مصرف میکنین؟ نه چطور؟ آخه این حاج از انرژی ساعت 7 و 20 دقیقه صبح از کجا میاد؟ من تازه میخوام بخوابم. بله در خدمتی. سلام، من 500 میلیون پول پیدا کردم. به به، میخواید به صاحبش برگردونید؟ نه، میخوام واسه صاحبش یه آهنگ غم انگیز پخش کنیم. سلام، صبح بخیر. سلام، ببخشید شما شماره اصغر ما رو دارید؟ نه ندارم. خب یادداشت کنید. 0935 447 700. سلام، صبح بخیر. سلام، تو رو خدا بگید مامان بابا اینستا نصب نکنن. از وقتی بابام اینستا نصب کرده هیچ غلطی نمیتونم بکنم. خب باباتو بلاک کن. نمیشه، بابا 1000 تا پیج فیک داره. دیشب با یه اکانت عکس رونالدو پروفایلش بود، مخم زد، از آخر فهمیدم بابامه. بفرمایید. سلام علیکم، میخوام متن تقدیم کنم به عشقم هانیه. من پادشاه تهرونم، تو لب تکن تو دنیا رو واسط بهتر کنم. به به، شما چند سالتونه؟ ارسلان 12 ساله از کرج. فعلا خدا حافظ. بفرمایید. سلام، ویژگی های یه پسر خوب رو میخواستم بگم. بله بگید. اصغر دوستم تمام ویژگی های یه پسر خوب رو داره. شماره‌شو براتون میگم. 0900. بفرمایید. سلام. سلام. راسته که میگن عباسی بو عزار نه این داره نه میم داره؟ یه دونه ره داره، یه دونه بو داره، سلام، صبح بخیر. سلام، من یک سایت دارم که فوق العاده به جوونا کمک میکنه. دست خالی میان تو سایت، دست پر برمیگردن. به به، چه خوب. اسم سایتتون چیه؟ سایت شرطبندی هادی و برادران بدون غلامرضا. خارجیش هم میشه هادی اند برادرز without غلامرضا بت. آخرین تماس ایرانی. بفرمایید. سلام، من اصغرم. لابد میخوای شماره بدی؟ نه قطع نکنید، میخوام اطلاعات عمومی بدم. میدونید در طول سال خارجی ها چرا 11 کیلو انگور میخورن ولی ما ایرانی ها سال 35 کیلو؟ نه چرا؟ چون ما نمیخوریم، میریزیم تو دبه. حالا اگه خوشت اومد یادداشت کن. 0935 440